سواء علیکم برابر است بالای شما دعوتموهم که شما دعوت وار میدی ام انتم صامتون یا چپ بشینه. چپ شیشتن و دعوتتان یک برابر است، سرشتان تاثیر نداره. چرا؟ محبت قبر پرستی در قلبشان است، حالان که این مناسب نیست. چرا نیست مناسب؟ ولو که پیغمبر باشه یا ولی باشه، به خاطر که الله میفرماید ان الذين تدعون، یقینا کسانانی که شما در حاجات و مشکلاتتان آواز برش میدی، من دون الله، بغیر از الله. بغیر از الله کیست؟ کلگی. اگه ملک است، اگه پیغمبر است، اگه ولی است، کلگی عبادون بندگان است. عباد محتاج است، به الله متعال محتاج است، بنده است، عاجز است. امثالکم، به مثل شماست. کدام نیازهایی که شما داره وام داره. پیغمبر نیاز به خوردن داره یا نه؟ نوشیدن داره یا نه؟ یخ سرش تاثیر داره یا نه؟ گرمی سرش تاثیر داره یا نه؟ شمشیر سر تاثیر داره یا نه؟ داره کلشه. بندگان محتاج هستند به الله به مثل شما. چطور شده میتونه که شما از با حاجتایتان طلب میکنی، آواز میدی؟ فدعوهم، آواز برشان بدی. فلیستجیبوا لکم، پس باید قبول کنه برای شما. ان کنتم صادقین، اگر راست میگه هسته. آوازتان نمیشنوه، اجابت کده میتونه. قرآن میگه نه. بعد از الله میفرمه الهم ارجل یمشون بها، الهم ارجل، آیا برای از جا پایا هسته که حرکت سرش بکنه؟ ام لهم ایدی یبطشون بها، آیا برای از جا دستای هست که حمله سرش بکنه، یک چیز بگیره؟ خب چرا ایره میگه؟ ام لهم اعین یبصرون بها، آیا برای از جا چشما هسته که دید امرش بکنه؟ ام لهم آذان یسمعون بها، برای از جا گوش هسته که شنوایی بکنن، بشنون توسط از وا. خب آدم کسی را آواز میده که 4-5 صفت داشته باشه. یک صفت است که آوازی تا بشنوه، یک. دوم صفت حالی تو را ببینه که چشم داشته باشه. سوم صفت که پای داشته باشه حرکت کنه طرفیت. چهارم صفت است که دست داشته باشه که اینجا برسه همون مشکل حل بکنه. انبیاء علیهم السلام یا اولیاء که در قبرها وجود داره، هست همینطور دست و پای و گپا داره کمی کارا سرش بکنه؟ خیر از کجا آواز میده؟ چرا آواز میده؟ یا سخی صاحب، یا پیرانی پیر صاحب، وی پنیکی را ورسیگه، پنیکی برسی نمیگه. مادر کمی کمکی قارش میا وی میترلام بابا ترا پرچه پرچه کنه، میترلام بابا. کلی از یار بابا میگه که بابا چرا برش میگه؟ پیر هستن البته خیلی زیاد. یک ضعیف است بیچاره که راه رفتن نمیتونه، بابا گفته رایسته. خب قل ادعوا شرکاءکم، الله میگه طلب کنی، آواز بدید در مشکلات حاجتایتان امون کسایی را که شما گمانی شریک بودن به الله را داره. نعوذ بالله، نعوذ بالله. سعی کنی. همیالی مردم چی عقیده داره؟ میگن ای اولیاء خو یک چیزی صدار از جانب الله، نمیگن رویدار هستن. چی هستن؟ در کجا گفته که رویدار است؟ الله کجا گفته که یا رویدار ایم است او شما از یاد طلب بکنی من براتان میرسانم؟ از یاد طلب بکنی من براتان میرسانم. دعاهای پیغمبر علیه السلام مکمل در حدیث صحیح آمده. دعاهای قرآن کریم خدا پیش رویتان آمده رایسته. در یک جای همین تو رویگیری شده که روی فلانی را پیش کرده باشه؟ قطعا نه. قل ادعوا شرکاءکم، ای آواز بدی به او کسایی که شما گمانی شریک بودن به الله را برش داره در مشکلاتتان. ثم کیدونی، بعد از او شما تدابیرتان بگیره، سازشایتان، پلانایتان عملی کنه. فلا تنظرون، مرا مهلت نده. این گپا چرا میزنه؟ با پیغمبر علیه السلام میگفت بتای ما را تربت بد نگو که باز یک ضرر برات میرسانه. این کارا را نکو. حالی هم که تو بگویی که یا چیز نمیتونه، الله نگوی تو نگو، شو چپرکت سرت چپا میکنه. اونا ثم کیدونی، بعد از شما پلان تدابیرتان بگیره. کدام سازشایی که داره؟ فلا تنظرون، مرا مهلت نده. هر چیزی که داره شرکایتان. ان ولی الله، یقینا سرپرست، محافظ، نگهبان، کارسازی ما. کلی معنا درست است. ان ولی الله، محافظ، مددگار، سرپرست، کارسازی ما الله است. پس وقتی که من دعوت به سوی توحید الله میدم، پس من از کی بترسم؟ قطعا نمیترسم. به الله. یک الله برای من نفع ضرر رسانده میتونه، من خوب به توحید تو دعوت میدم، او خوب برای من ضرر نمیرسانه. چرا؟ او ولیم است. خب الذی او ذاتی که
نزل الکتاب فرو فرستاد قرآن. ایره چرا میگه پیغمبر علیه السلام قطش بگه پیغمبر علیه السلام که نگهبان متصرف کارسازی ما الله است، امو ذاتی که روان کده کتابه. به خاطر این گپ قطش ذکر میکنه نزل کتاب که تو از کتاب بیان میکنی مردم قطعت مخالفتش شروع کرده. اگر از این کتاب بیان نمیکردی مردم مخالفت نمیکرد. خواره که بگوی خوب است، خواره که تو بگوی به مردم هیچ کس قطعت مخالفت نداره. خوا جور که بگویم شو خو دیدم کجا یکی بریم یک جای فلانی تپه است همونجا خو دیدم که خیلی یک زیارت است. برو یک قبر همونجا جور که سنگاره یک بیرق بالا که قرار یک گودلک برای خود جور که خلاص دنیا مخلوق برات آمده رایسته، هیچ چیز نمیگه. اگر در رفتی دم سری قبر گفتی که مردم اینجا شرک است که شما از این طلب میکنی، باز سعی میکنی مرد دستی خدا بکشی. جعفری جور میکنه تا یا نمیکنه؟ میکنه تا. پیغمبر علیه السلام هم تا 40 سال امین و صادق بود. زمانی که قرآن بیان کرد مردم در مقابلش خیست. تو که دعوت به قرآن بدی تو را نمیمانه. از او خاطر نامت وابی میشه، وابی میشه حالی نمیمانه تا. و هو یتولی صالحین. الله پیغمبران خود چی میکنی؟ واره خود کارسازش هست، نگهبانش هست. بلکه الله متعال یتولی کارسازی میکنه، نگهبانی میکنه از صالحین. هر کس که صالح هست که راستی دعوت دین الله را پیش میبره، حق الله و حق بندگان الله را در نظر میگیره، ایرم الله نگهبانی میکنه. پس چرا ما بترسم؟ هیچ نمیترسم. والذین تدعون من دونی، کسانی را که شما آواز میدید مشکلاتتان بغیر از الله متعال، لا یستطیعون نصرکم، توان نداره امداد کردن شما را، کمک کردن شما را، ولا انفسهم ینصرون، به نفسای خودم امداد کردن نمیتونه. چطور شده میتونه که شما برش آواز میدی؟ و این تدعوهم الی الهدی، اگر شما دعوت میدی به سوی هدایت، لا یسمعون، شنیده نمیتونه. اگر شما ما را هدایت کنیم گوش نداره بیچاره که بشنوه. و تراهم ینظرون الیک، تو میبینی یک در نظر ظاهر بری تو میبینه چرا بت جور کرده، شکلش جور کرده. اینا الله رحم بکنه. شما باور به الله بکنید تر مجسمه بت نیست. این عکسایی که در چارایی ها از هر کس کی باشه میبینه این بتاست، این بتاست. مردم برش احترام میکنه نمیکنه؟ سلام برش تو میکنه نمیکنه؟ در بیرق افغانستان سلام اینطور میکنه. این تعظیم است، این شرک است. قیام استاده شدن جزء عبادت نماز است، این شرک است برای کسی که میکنی. برو امو عکس تو یک کمی یک چیر کشه که قطی مرمی میزنه یا نمیزنه، تعظیم چی را میگه؟ خواه همونجا در پالویش 20 دفعه پیغمبر علیه السلام دو بزن، یقین بکن اگر غیرتش بالا شد. خواه همون عکس اگر دور کردی از هر کس کی باشه قومش چیش میخیزه نمیماند. پرستش چی را میگه؟ پرستش کدام شاخ نداره، اینی پرستش است. او عکس راستی هر طرف که میری مثل که به تو سعی میکنه دیگه. و تراهم ینظرون الیک، تو میبینی که نظر به تو میکنه، و هم لا یبصرون، در حالی که نمیبینه، چیزی نمیبینه. یک ترجمه است. دوم ترجمه، و این تدعوهم الی الهدی، اگری مشرکین کسایی که فریفته به شرک هستند، اگر یارا دعوت میدی الی الهدی به سوی توحید الله متعال، لا یسمع، حتی سخنت نمیشنوه. ترجمه قرآن شروع کنه مسجد نمیماند، قطعا نمیماند. اگر تم شروع کردی دمو قریه نخواد که یک نفری قریه والا برات بیای، یک نفری قریه والا، همون نزاع من القبائل. گاهی اوقات ما که نظر میکنم در حدیث پیغمبر علیه السلام که گفت که کل چیز امتی ما 73 فرقه میشه، باز کلی از یاد جهنم است. یک فرقه در کجاست؟ باز میگه ما انا علیه و اصحابی. در یک روایتی تو آمده همون نزاع من القبائل، یا کشیده شده از قبیله هاست، یک دو نفر از هر جای که عقیده واحد یاره جمع میسازه، مثل شما واره از مختلف جامعه. در جایی که توحید الله بیان میشه اونجا مردم آماده نیست به شنیدن، لا یسمع، نمیشنون که تو چی برش میگی. و تراهم ینظرون الیک، تو میبینی که یا نظر به تو میکنه، و هم لا یبصرون، در حالی که یا بصیرت نداره. این مردم ها را بلق برات سعی میکنه که تو تقریر میکنی، لیکن در حقیقت نمیبینه حقا که لا اقل روان شوه. خذ العفو و امر بالعرف، دعوت گپی عادی نیست. دعوت که میکنی سختی است.
جامع ترین آیت که آداب دعوت بیان میکنه مختصرا این نیست. خذ العفو، بگی عادت جور کو عفو را برای خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم. عفو بسیار معانی را مفسرین میکنه. عفو آسانگیری را هم میگه. آسان بگی، مردم از پیشش معیار اعلی را طلب نکن. چرا دو مرحله نرسیده؟ در ابتدا یک نفر موحد میشه، بیچاره همین زود تیکده او نو موحد شده، پایچش کشال است، نماز میخوانه، در راه روان است. حالی تو برش یاد بدی پایچه ده بلند کن. در حدیث اینطور آمده. تو نگو که هیچ رقم موحد است، ای که پایچش کشال است. خب نو آمده بیچاره، نفهمیده. تالی را ای گپا را نفهمیده. در اول مرحله که مردم در پالویتان میایه، از آسانگیری کار بگیره. اینی دعوت پیغمبر علیه السلام الله متعالی دعوت برش میده که پیغمبر مردم که پیشید میایه، کدام عملی که انجام میده با معیار اعلا از پیشان مطالبه نکن. چرا؟ به خاطری که این مردم به او سویه نرسیده. تو فقط آسانگیری بکن. یک معنای عفو است. از امو خاطر هر کس که رهبر و کلان است از رعیت خود، از کسایی که تابعدارشان است، از هر کدامشان توقعی چی را نداشته باشه که امو اعلا لنبر کار در سر برسانه، بلکه آسانگیر باشه. آسانگیر یک معنایش است. خذ العفو، قبول کو از مردم امو عملی را که خیلی با آسانی انجام داده میتوانه، سختگیری نکو سرش. خلاص والا ما سلفیستیم، خیرت است نماز خفتنه یک ساعت بخونه شروع کرد. مردم کار داره، روزگار داره. تو واره بیکار نیسته. قاری صاحب رستا بیگار اینجا وقتی تا تیر کرده البته میگی کلگی ما واری راحت است. نه، مردم جوالیگیری کرده، قلبه کرده. مردم لحاظ شبکو. چرا؟ اونجا الله متعال پیغمبر میگه ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر تو سخت دل می بودی، بد زبان می بودی، مردم از پیش پراگنده میشد، یک کم باقی نمیماند. لیکن تو بودی که اخلاق عالی را الله برات نصیب کرده. صحابه کرام دلشان کنده نمیشه از مجلس تو. خذ العفو، یک، به هر کسی که در رأس قرار داره آسانگیری بکنه. یک. دوم، اگرچه از یار تعلیم میده که اینی کاری خوب انجام بده، اما بس اوقات همو کاری خوبه به مو معیار در سر رسانده نمیتونه، تو سختگیری نکنی. دوم مانا خذ العفو، در گذر عادت و خوی خود جور کو، تیر شو. اگر هر نقطه و خردگیری را شروع کنی بس دیگه پیش نمیره، آدم قطعا پیش نمیره. و امر بالعرف، امر به نیکی بکو. عرف معروف، چیزی که در شریعت معلوم دار امر نیک و ثواب است، او را به مردم گفته برو. بعضی علما نوشته میکنه زمانی که پیغمبر علیه السلام در غزوه احد کاکای خود دید حمزه رضی الله عنه را که مسلح شده بود بسیار حالت بد، گفت من که 70 نفر در مقابل یزید تور نکنم ماندنیش نیستم. الله گفت آیت روان کرد و امر بالعرف. در تو انتقام خو خیلی سخت است، دل آدم کفت میکنه، اما تو پابند دین هستی. شریعت بری تو اجازه نمیده که مطابق خواست دل تو کفت خدا بکشی. تو فقط پابند دین هستی، دین برات اجازه میده، نه مسئله را اجازه نمیده. خلاص. و امر بالعرف، امر به نیکی بکو. و اعرض عن الجاهلین، اعراض بکو از جاهلین. خذ العفو، آسانگیری بکو. امر به عرف بکو. معروف ترین، اول ترین چیزی معروف توحید الله متعالی است، عقیده است. دعوت داده برو. در این دعوت ها همونطور باقی نمیمانی، جاهلا را روبرو میشی. جاهلا چی میکنن؟ امی دستی برات میگه برو رنگ تازیجا گم کو که باز دود چریت میکنه دیگه ای گپاره که وابی همینطور برات میگه، دو برات میده، دشنام برات میزنه دیگه. تو اینجا اعراض بکن. و اعرض، رو بگردان عن الجاهلین، از او کسایی که نمیفهمه. علتش موجود است، جهل است، نمیدانه. عذر از زیر بعد بپذیری که جهل است. یک آدم که نمیدانه قدر توحید این نمیدانه. این مردم که تو امروز توحید برش بیان میکنی، نه گاهی همی قدر نمیدانه. پس اونا که الله متعال بصیرت نصیبش کنه، باز بعد از او میگه که اول شخصی که برای دعوت توحید داده بود به او را بسیار دعا میکنی که سببی راهیابی ما امین مردکه شده، بر ما دعوت به سوی توحید الله داده. قدرش باز بعد از او میدانی. تا او وقتا او جاهل است، نمیمانه. و اما ینزغنک من الشیطان، اگر وسوسه بکنه
وسوسه بیانگیز از آن از طرف شیطان نزغن. یک وسوسه یعنی غصه انگیختن. فاستعذ بالله، پناه ببر به الله متعال. انه سمیع، یقینا الله متعال شنونده است. دعای تو را علیم میدانه که تو در کدام حالت قرار داری. الله نصرتت میکنه. در دعوت یگانه چیزی که خیلی اهمیت داره اینه میسته که تو روبرو میشی با قسم مردم یکسان نیسته. مردم های هستن که خیلی بد هستن، با مجرد دعوتی تو چپلاق برد حواله میکنه. الله متعال پیغمبر خدا میگه دعوت وقتی کامیاب میشه که این نکته ها را در نظر بگیری. آسانگیر باشی، یکی همیشه امر بالمعروف ترک نکنی، با توحید الله با کارهای نیک دعوت بدی و از جاهلا اعراض بکنی. پشتش نگردی که نه مرا دشنام دادم ماندنیش نیستم، میری تو برچه را کشیده میری. نه، یک روز دعوت باز نمیتونی، خیر است. نمیدانیست برات بد گفت، تیری تا بیار، مثل که هیچ برای تو نگفته باشه. همون طوره است. در کوچه تیر میشی، از اون طرف صدا میشه، این گپا را میزنن، قطی ریک میزنه تا ریک دیگه خود استاده میباشه اشاره میکنه هموست. این گپا را میکنه. تو چی کنی؟ حالی هر اینقدر تو خود دعوتگر هستی، 100 نفر در مقابل توی نمیتور حرکت داره، قطعی هر کس خود بچسبانی در 2 روز دبدان بینی تا خون پر میکنه. نه، تیری تا ارده برو. کسی اگر گپی تا شونید شکر الله را بکش، اگر نشونید خلاص مسئولیتی تا ادا کرده برو، خوب بی اثر نمیمانه. ما یقین داریم که اگر گپ به اخلاص و دلسوزی شروع شود، دلی تو بسوزه سر همین مردم که یقینا این مردم مثل دیوانه است، ما باید یار علاجش بکنم. چی رقم علاجش بکنم؟ یعنی این گپ باید در ذهن داشته باش. او این کار خالص به خاطر رضای الله. چرا که به خاطر رضای الله کار کردی، حالی از مردم توقعی احترام نداری، از مردم تو شدت و سختی سرت میآید. خود چون که کارت به خاطر رضای الله است، هیچ تو خسته نمیشی و ان شاء الله که همین سخن دمی طور باقی نمیمونه. امو کسی که دیروز دشنام برات داده، دیگر روز میآید از کل کده سخت احترام امی آدم برات داره. چه قسم دفع میشه اینطور گپا؟ در اینطور موقع شیطان سخت کار میکنه. شیطان در کدام موقعی که انسان یک کمی ارزش میده، تکبر برش پیش میکنه، در اونجا شیطان اول نمره است، زود تیکه در خود میرسانه. همین کسی که در مقابل ده کم استاد شما، شیطان برات میاد تو از چی کم است، تو سعی کن، تو هم خیر خویش بکن، هم برات دشنام میده، نمانشه. این جاست که همین آتشی چی بگه غضب در وجود در میگیره. الله متعال فرمان میده اما ینزغنک من الشیطان نزغ، چی را میگه؟ انگیختن غصه را. اگر وسوسه بیایه برای بیانگیزانه غصه را از طرف شیطان نزغن، همی غصه یا همی وسوسه، فاستعذ بالله، اعوذ بالله بگو. 2 نفر ما بین خود گرم شدن در گفتگو. پیغمبر علیه السلام گفت من کلمه را یاد دارم که اگر بخوانن امیالی آرام میشه. گفت چیست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انسان وقتی در حالت غضب میآید دستی اعوذ بالله بگوید. این گپ چی؟ مردا خیلی زیاد در نظر بگیره. شیطان در جدا شدن سخت خوشحال است. 2 نفر که جدا میشه یا زن و شوهر جدا میشه، وای 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 وای، دایی مثل که پلاو برش پخته کرده. همینطور است. در حدیث هم میاد که شیطان تخت خود سر آب میمانه، بحر، بعد از اون لشکر خود طلب میکنه، روان میکنه، وظیفه داده رویسته که برو گمراه بکنه مردم. هر کس میاد کاروایی خود، کارگزاری خود برش پیش کرده رویسته، شیطان خوشی را ظاهر نمیکنه سرش. اما یکی میاد برش میگه که فلانی و فلانی را ما بینشان جدا کردم، دوستا بودن با هم نزاع را پرتافتم در بینشان، زن و شوهر را جدا کردم. او را پیش طلب میکنه، دمی پشتش میزنه که اصل شاگردی واقعی ما توستی، شاگردی واقعی توستی. به خاطری که جدا کردی. جدا کردن بسیار رول مهم داره. شیطان خیلی خوش میشه. از همون خاطر انسان به او در دعوت خواهی گپ میایه، به خاطری که او نظره و فکری تو را نداره، از پیش تبلیغات برش شده، تو را آنقدر بد میبینه، دشمنی واقعی میبینه. از همون خاطر حتی به سخنت گوش نمیمانه. اگر گوش هم بمانه باز قطعت زشت میگه. تو در اینجا بسیار ضرورت به پناه بردن به سوی کی داری؟ الله متعال. اعوذ بالله بگو. مردا را به خاطری گفتم که یا کمی غضب میشه، حالی دیگه دیکنه در غضب شده. او روز یک برادر آمده، خود چی گپ شده؟ والا یک گپ در بین ما و عزیزانم چی شده؟ هیچ گپ هم نبود.
من یک دفعه قارم آمد برش گفتم که یک طلاقی، دو طلاقی، سه. باز بیچاره ایجا میدوان خود دیگر رای خلاصی نداره. من برش چی میگفتم دم یک مسئله سلفی میشه یا نه که کلی مسئله سلفی است. یک مسئله سلفی نمیشه، نه فتوا میدم. هر وقت که اینجا زانو زدی سلفی پخته شدی، بعد از باز فتوا براتون داده میتونیم، در غیر از نمیتونیم. خب از چی؟ اعوذ بالله بسیار مفید است. شیطان در اینطور مواقع پیش میکنه، دعوتگر نمیگذاره، گاهی تو را اینطور میکنه که تو سعی کو این لا اقل خواهی گپی تا میشونید، لا اقل خود چیزی برات نمیگفت. اینمی نقطه ها را دم ذهنت چی کرده؟ چخ کرده رایست. اینجاست که تو میگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی بگوی ان شاء الله این وسوسه ها دور است. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یقینا کسانی که تقوا را پیشه کردن، اذا مسهم وقتی که میرسه برشان طائف خطره، طائف اصل گردش کننده را میگه. این شیطان قرآن کریم طائف معرفی کرده. طائف خبر داری؟ طائف گردت گشته رایسته، هر لحظه تا مراقبت میکنه که کدام موقع زوفی تو پیدا میشه کی سر حمله کنه. انسان مومن کی تا که تقوا، تا که دیوار تقوا را در گردت پیچانده ای، ابلیس لعن پیش شده نمیتونه. زمانی که یک جای امی دیوار تقوا رخنه پیدا کرد، شیطان خودم میزنه. قرآن کریم از او تعبیر به طائفه میکنه، گردت گشته رایست. اگر ان الذين اتقوا، یقینا کسانانی که تقوا را پیشه کردن، اذا مسهم وقتی که میرسه برشان طائفون گردش کننده ابلیس، خطره از او طرف متوجه میشه، من الشیطان، از شیطان. دمی موقعی که شیطان حمله میکنه، این مردمای متقی اینی خصوصیت داره، بیخی سرش غالب شده نمیتونه. چی میکنه؟ تذکروا، شروع میشوند از ذکر الله، فاذا هم مبصرون، ناگهان یا مکمل دیدشان کار میکنه، نظرشان کارگر بشه. یک معنی است. دو، تذکروا، الله دا یادشان میایه، دستی اعوذ بالله میگه، فاذا هم مبصرون، ناگهان یا بالکل کارگر میشه می ذکر و یادآوری الله. اینجا میگه که انسان، شیطان چون مراقبت خیلی دقیق داره، به هر موقع تلاش داره سر حمله بکنه. دفع حمله کی میشه؟ که می دستی اگر خطا شد، الله دا یادت بیاد. تذکروا، الله دا یادت بیاد. بعضی مفسرین میگه اینجا ذکر کرده برو، تا وقتی که تو ذکر میکنی ابلیس لعن پیش شده نمیتونه. از همون خاطر است در بحث آذان براتون شما خواندیم، زمانی که الله اکبر الله اکبر شروع میشه، شیطان چی میشه؟ پا به فرار میکنه، گوزای شام رفته میاره. واقعیت است. زمانی که از اون خلاص میشه، پس باز میگرده. ذکر الله یک قلعه مستحکم برای حفاظت انسان از شیطان است. یک. دوم، توجیه را مفسرین میکنه که اینجا تذکروا، یاد آمدن الله متعال است، قدرت الله است که انسان از الله غافل شود. در نمو وقت است که شیطان سرت حمله میکنه، الله را که در یاد بیاری که من بنده الله هستم، چرا این کار میکنم، چرا این کاری غلط میکنم. دیستی فیضا هم مبصرون، ناگهان چشمشان کار میکنه که من خطا شدم، بعد من پس خود اصلاح بسازم. از همون خاطر است. از اینجا معلوم میشه که انسان لا اقل یک دیواری تقوا به خود داشته باشه، ذکر الله، یاد الله در پیشش باشه. چرا که همیشه این قسم روبرو میشه با این شیطان. شیطان ماندنید نیست. و اذا لم تاتهم بآیت قالوا، و اخوانهم یمدونهم فی الغی. بله، شیطان علی سر کدام گروه خیلی کامیاب است؟ قرآن میگه و اخوانهم، برادرای شیطان، یمدونهم، کمکشان میکنه همیاره شیطانا، فی الغی، در گمراهیشان دیگه پیش میبرشانه. ثم لا یقصرون، بازیش قسم دریغ نمیکنه، کوتاهی نمیکنه در انجام کاری غلط، پیش میره. سری کسایی که دیواری تقوا داشت، الله دا یادش بود، کامیاب نیست. سیست یک عمله سرش میکنه، اما عملش خونسا میشه. اعوذ بالله میخوانه، میگه من چرا این کار بکنم، الله مرا منع کرده. اما کسایی که برادرای شیطان است، برادرای شیطان و نموسته که زمینه را مساعد کرد برای شیطان که شیطان سرش حمله بکنه. در یک مجلس معصیت شما بشینی، 10 گناه دیگه هم قطعش یک جایی میشه. 10 گناه خود به خود. چرا؟ اونمو شیطان دیگه کمکت کرده رایسته، او تو پیش میری. مکالمه تلفن، السلام علیکم، شمارت خطا میشه. اگر سخن یک کمی شیرینتر و نرمتر شد، اضافه شده میره، منجر به گپای غلط میشه.
خود بخواه. شیطان نمی قسم میکنه، نمیگذارته، کمکت میکنه که بله اینی کار پیش برده برو. از او خاطر اینجا اشاره به ایسته که انسان در هر موقعی که خطا میشی دمو نقطه اولش، یعنی در تراز اولش باید گناه را ترک بکنی، بگذاریش.